استاد جان یک چیز پرسم برای همین سجده سهو. ما در نماز اگر خطا کنیم اتحیات میخونیم و یک طرف سلام میتیم با سجده میریم و خسته اتحیات صلوات ها اللهم اغفر میخونیم و سلام میتیم. این هم درست است؟ به یک طرف سلام دادن در مذهب امام ابو حنیفه فقط برای امام هست، اما برای مقتدی دو طرف سلام میتید و مسئله خودی چی هم یعنی امام هم به دو طرف سلام دهد اجازت است. در کتاب میگن که الاصح انه یسلم تسلیمتین. مولا علی قاری میگن که و فی الهدایتی هیچونی در کتاب هدایه آمده است که نقل از هدایه کرده. هدایه معتمدترین کتابی مذهبی حنفی است و این کتاب مولا علی قاری هست. میگن که الاصح انه یسلم تسلیمتین. قول صحیح این است که به دو طرف سلام میتید، تسلیمتین، دو سلام میتید و هو اختیار شمس الائمه. یعنی این اختیار شمس الائمه و صدر الاسلام و قول ابو یوسف و محمد، یعنی به دو طرف سلام دادن این اصل است.